اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز یکشنبه 23 اپریل را به خاطر هلاکت دهها سرباز و افسر در یک پایگاه ارتش ملی این کشور در ولایت بلخ ماتم ملی اعلان کرد. این حمله پس از ادای نماز جمعه از طرف طالبان صورت گرفته است. ما خود صدا شنیدیم، یک 3-4 صدا شاید راکت بود، چیز بود، خو پس همون تا آمدیم دیگه جنگ شروع بود. یک مقام بلندپایه در بلخ گفت که در حمله بیش از 140 سرباز و افسر کشته و دهها تن دیگر زخمی شدند. قبلا وزارت مدافع افغانستان اعلان کرده بود که بیش از 100 نفر کشته و زخمی شدند. دوستایی که در اونجا هستند، چی از دکتر صاحبا باشد و یا از پرسنل نظامی، تا به حال بیشتر از 150 نفر شهدا را گفتند که ما شمارش را گرفتیم و در حدود بیشتر از 60 الی 70 نفر زخمی است. دولت وزیر سخنگوی وزارت مدافع افغانستان روز 22 اپریل گفت حمله‌وران 10 نفر بودند و در تن لباس نظامی داشتند. طالبان که مسئولیت حمله روز جمعه را بر دوش گرفتند ادعا دارند که در این حادثه بیش از 500 کس کشته و یا زخمی شدند. در اظهارات طالبان اینچنین تاکید شده است که 4 نفر از حمله‌وران سرباز بودند.